دادگاه نویه شومنصور شهر دوشنبه شام 7 اکتبر سال 2022 در یک مرافعه پشت درهای بسته که در بنای بازداشتگاه دایر شد، هنرپیشه، بلاگر و ژورنالیست شناخته تاجیک دلیر بوبیف معروف با تخلص دلیر امومالی را به 10 سال زندان محکوم کرد. در این باره روز 18 اکتبر نزدیکان دلیر امومالی به ژورنالیستان خبر دادند. دادگاه دلیر امومالی را بر اساس ماده های 259 قسم 1 سایه‌کاری غیر قانونی، 346 قسم 1 بند ا دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ و 307 علاوه 3 قسم 2 اشتراک در اتحاد اکستریمیستی کودکس جنایتی تاجیکستان گناهکار شناخته برای سایه‌کاری غیر قانونی از حساب بلاگری جریمه هم بسته است. حجم جریمه معلوم نیست. کوشش‌های خبرنگاران آزیا پلیوس برای دسترس کردن معلومات بیشتر از سعدالله قیومزاده وکیل مدافع دلیر امومالی بی‌ثمر بود، زیرا وکیل دفاع از ارائه حتی مهلت حکم اعلام گردیده خودداری کرده. تنها گفته است که حکم خوانده شد. معلوم نیست که آیا از این حکم شکایت خواهم برد یا نه. عقدارکننده دولتی روز 12 اکتبر از دادگاه نویه شومنصور برای دلیر امومالی همچون جزا 10 سال و 6 ماه زندان را طلب کرده بود. دادگاه نویه شومنصور تحت ریاست دادرس دوران نظرزاده تازه روز 7 اکتبر به بررسی پرونده دلیر امومالی آغاز کرد و طلب 2.5 سال زندان برای او علیکی در روز 2 مرافعه صدر داد. دلیر امومالی و ژورنالیست همکارش عبدالله غربتی روز 15 یونی سال جاری در پی نشر سلسله ویدیو رپورتاژها درباره ویران کردن خانه‌های ساخته مردم در محله پنجشیر نویه شومنصور و انتقاد از مقامات این نویه از جمله دادستانش دستگیر شدند. طور معلوم شد دادستان نویه شومنصور پسر وزیر عدلیه مظفر اشوریان و داماد رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاییان بوده به قول مردم پشت خیلی زور داشته است. دادگاه نویه شومنصور روز 4 اکتبر عبدالله غربتی را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. در عموم در چند ماه اخیر در تاجیکستان دست کم 12 ژورنالیست و بلاگر از جمله دست کم 6 ژورنالیست و بلاگر زاده بدخشان دستگیر شدند. از این شمار محمد سلطان علیکی به 7 سال زندان، غربتی به 7.5 سال و دلیر امومالی و بلاگر بدخشان قمچک میرزایف هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. حالا در دادگاه بررسی پرونده های زفقبیک سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده و باز یک فعال زاده بدخشان الفت خانم محمدشایوه ادامه دارد. همه این مرافعه ها پشت درهای بسته برگزار می شوند. مقامات سبب بدون حضور نزدیکان، اهل جامعه و خبرنگاران برگزار کردن مرافعه های پرونده های ژورنالیستان و بلاگرها را شرح نمیدهند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان این پرونده ها را تلاش برای ترسانیدن و بستن دهان ژورنالیستان تاجیک نامیده چندین بار از مقامات تاجیکستان رهایی دلیر امومالی، عبدالله غربتی، الفت خانم محمدشایوه، خوشیان گولم و دیگر ژورنالیستان و بلاگرهای حبس شده را طلب کردند، ولی دوشنبه تا کنون به این طلبها اعتبار نداده است.